میگه یک آسمان که گذشت کردم یک ملائکه را دیدم. از جبرئیل میگه یک ملائکه را دیدم، بسیار ملائکه زیبا. این قدر ملائکه زیبا را من بار اول دیدم. مرحمت. جبرئیل امین گفتن حبیب خدا من این ملائکه زیبا را بار اول دیدم که این زیبا، این چهره نورانی، باز هم خدا او را یک بالا یک کت زیبا در اکرامش کرده است، یک کراوت زیبا، یک کشپلو زدگی. 70,000 ملائکه خدمتش میکنه. 70,000 ملائکه را دیدم که خدای مهربان عزتش داده است. این عزت بالا که 70,000 ملائکه برای خدمت یک ملائکه ایستادگی هستند. 70,000 ملائکه خدمت یک ملک خدا را میکنند. گفتم خوشا به حال این عجب ملائکه این قدر اکرام عزت پیش خدا. این چی کرده باشه که خدا این عزتش داده باشه؟ و گذشتم رفتم حسوس خورده. چند وقت پس بالای کوه قاف قطعی میگذشتم، حضرت جبرئیل گفتن این خبر جبرئیل و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن حبیب خدا به بندگان خدا اعلام کردن، به امتانش اعلام کردن. جبرئیل گفتن حبیب خدا چند وقت پس این منظره ای که این ملائکه را در اکرام و در عزت دیدم، بالای کوه قاف قطعی میگذشتم، همین ملائکه را دیدم، همون ملائکه که 70,000 ملائکه خدمتش میکرد. از هر حال جبرئیل باز تعریفش کردن 70,000 ملائکه خدمت میکرد. از هر نفسی که میکشید خداوند از هر نفسش یه ملائکه خلق میکرد. این عزت و آبرو را ببین، این شرف را ببین، از نفس خدا ملائکه خلق کنه. این بسیار مقام بالا است برادر عزیز. از هر نفس این ملائکه جبرئیل میگه خدا یک ملک خلق میکرد. بالای کوه قاف خطی گذشتم میگه جبرئیل امین دیدم همون ملائکه پر و بالش سوختگی در یک حالت ویران بالای یک کوه، یعنی کوه قاف ده پرتافتگی الاس بی جانواری، بسیار حالتش حالتی بد. از حالش سراغ کردم، گفتم ای بنده خدا تو چی کار کردی که به این بلا گرفتار شدی؟ من ترا بهترین عزت و آبرو دیده بودم، حتی حسوسی ترا خورده بودم که تو چقدر پیش خدا قدر داشته بودستی. تو ملائکه هستی که 70,000 ملائکه خدمتی ترا میکنن. از هر نفسی تو خدا ملائکه خلق میکرد. تو چی کار کردی به عذاب خدا گرفتار شدی؟ چه کم بود کردی؟ میگه این ملائکه گریان شد و گفت جبرئیل امین بسیار یک گناهی واسبین کردم. گفتم چی گناه کردی؟ خدا تو را ببخشه. این عزتی که خدا تو را داده بود لایق سزاوار نبود که تو لغزش بکنی. چی خطا کردی؟ گفت شب معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد خدا دعوت شد. خدا مرا عزت بسیار بلند داده بود، بسیار اکرامی بالا داشتم. پیغمبر خدا به پیش من گذشت، حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم من پیش حبیب خدا نخیستم. خدا را بسیار ناخوش آمده این کار من. از درگاهش مرا ران به چنین حال گرفتارم کرد، پیش پیغمبرش نخیستم. گمان کردم که مرا پیش خدا عزت دارم، اما این پیغمبر خاک که پاش از ما بالا بود است. من پیش حبیب خدا نخیستم. حال در شأن پیغمبر ما و شما برادر عزیز، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه بار خواب بودن حس خنکی کردن حبیب خدا، حس خنکی خواستن که جبرئیل امین سر مبارکش پای پیغمبر، کف پای پیغمبر داشته مالی است. ملائکه از جوهر است، جوهر طبیعتش خنک است. انسان از خاک است، خاک طبیعتش گرم است. جوهر میگه در بدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید. پیغمبر خدا حس خنکی کرد، از خواب بیدار شد که دید که جبرئیل امین سر مبارکش در پای پیغمبر خدا مالیده شده. گفت ای ملائکه خدا جبرئیل امین تو بهترین ملائکه خدا هستی، چرا پات در خاک ما در کف سرت در کف پای ما میمالی؟ جبرئیل امین میگه این خوشحال شد. گفت حبیب خدا واقعا من بهترین ملائکه خدا هم
گفتی بله به خدا تو از تو کرده ملائکه نزدیکتر خدا نداره، تو ملائکه مقرب درگاه خدا هستی، چرا سرت در کف پای ما مالیدی؟ این کار نمی کردی؟ گفت حبیب خدا جبرئیل امین فهموندن. جبرئیل امین ای خرسندی عروج زد در آسمان، پیش خدا حرکت کرد. گفت پروردگار را از سخن بسیار زیبا شنیدم، از تو میپرسم که خدای حبیبی تو برای گفت که من بهترین ملائکه تو هستم، آیا من بهترین ملائکه و نزدیکترین ملائکه هستم؟ پیغمبر تو این سخن گفته است، آیا این سخن حقیقت است که من بهترین ملائکه تو هستم؟ از همه ملائکه نزدیکتر من هستم؟ پروردگار گفت جبرئیل، از جبرئیل میگه پروردگار به جبرئیل گفت جبرئیل به خدا و به خدا از زمانی که سرت در کف پای پیغمبر ما مالیدی تو بهترین ملائکه ما شدی، تا این زمان بهترین نبودی، بهترین ملائکه ما شدی از خاک پای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. جبرئیل امین به حبیب خدا گفت حبیب خدا ما بهترین شدیم از خاک کف پای شما. این ملائکه و جبرئیل امین گفت که جبرئیل امین حبیب خدا شب معراج پیش خدا میرفت و پیش من گذشت، من از پیغمبر خدا نخستم. خدای مهربان بسیار ناخوش آمد، مرا در چنین حال گرفتار کرد. گفت پیش حبیبی من تو نخیزی، به احترام نسبت پیغمبر من کردی، هیچ مخلوق بالاتر از محمد در نزد ما نیست. شما ملائکه ها را به شرف بزرگی او منبع دنیا خلق کردم. او میگه این ملائکه بسیار گریه کرد پیش جبرئیل امین. گفت جبرئیل تو ملائکه مقرب درگاه خدا هستی، از خدا در حق من شفاعت بخواه که خدا مرا ببخشه، خدا را بگو گناه ما ببخشه، کمبود و لغزش ما ببخشه. این ملائکه خواهش داره که به درگاه پروردگارش باز گرده، توبه کنه. حبیب خدا جبرئیل گفتن جبرئیل بعد تو چیکار کردی؟ پیش خدا شفاعت خواستی؟ گفت بله از خدا شفاعت خواستم که خدایا همون ملائکه پشیمان است، میخواهد توبه کنه، لغزش اقرار داره، پروردگار ها اگر گذشت بکنی به حال او بندت رحم میشود. پیغمبر خدا گوش داره. گفت پروردگار چی دستور داد به این ملائکه؟ گفت که حبیب خدا پیغمبر خدا الله مهربان به این ملائکه وظیفه کرد، به من جبرئیل گفت جبرئیل به او ملائکه من برسان، قسم به عزت و جلال می لغزش نمی بخشم، فقط یک زمان، در یک حالت لغزش می بخشم. کدام حالت؟ تا زمانی که صلوات به پیغمبر من به محمد صلی الله علیه و سلم نگه گناهش نمی بخشم. اگر می خواهد گناهش ببخشم بگه اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. ما گناه کردیم، کمبود کردیم، باید با واسطه صلوات پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خدا روبرو شویم، به حبیب خدا صلی الله علیه و سلم صلوات بگیم خدایا گناه و کمبودی ما کردیم، عظمت و بزرگی صلوات پیغمبر تو از گناه ما بالاتر از پروردگار، به واسطه این صلوات پیغمبرت گناه ما را ببخش. ملائکه را وقتی خدا دستور بوده صلوات به پیغمبر گفتن ده، برادر عزیز ما و شما باید بیشتر به پیغمبر خدا صلوات بگیم. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن کسی هر روز 100 صلوات به من بگن، 100 صلوات هر روز، وقتی زیاد نمیگیره برادر عزیز. امروز ما و شما یک کینای هر روز تماشا میکردیم 2 ساعت است، یک کینا، یک جا قطعی همسایه‌مون ببریم در کوچه گپ زنیم نگاه میکنیم 3 ساعت گذشته است. اگر 100 صلوات برادر عزیز همین آرامانه اگر ما و شما صحبت بخوانیم آرامانه نیم ساعت وقت نمیگیره، نیم ساعت وقت به خدا. از بامداد برآمدیم تا خانه من آمدم با خواب مردم گپ دنیایی را شروع نکنیم، در اول روز یک تسبیح بگیم تا در خانه من 100 صلوات ما و شما بود میکنیم. هیچ کار قین نیست برادر عزیز. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، این چیز بس است. و علی آل محمد چه خوش کنیم با بهتر میشه. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد 100 مراتبش به خدا نیم ساعت وقت نمیگیره. اگر زیاد بگیره نیم ساعت وقت میشه، نیم ساعت وقت در صلوات پیغمبر. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن کسی هر روز 100 صلوات به من بگه روز قیامت او و شفاعت من نائل میشه و من حتما او را شفاعت میکنم، حتما او را شفاعت میکنم.
فضیلت صلوات برادر عزیز ببینیم که صلوات به پیغمبر چقدر فضل بزرگ. صلوات و سلام اینم پیغمبر است، حضرت داوود پدر حضرت سلیمان. میگه بار حضرت تورات میخوان. تورات کتاب حضرت داوود است. زبور میخوان حضرت، زبور کتاب حضرت داوود است، زبور میخوان. میگه باره حضرت داوود علیه السلام عادت داشتن چه خیلی که ما و شما قرآن ما نمیخوانیم، اونم کتابی آسمانی داشت، کتابش میخوان. یک مقدار کتاب خوان، کتاب پوشید، در حوالی ششتگی بود. میگه در دلایل سائلین قصه را آورده است. میگه نگاه کرد که در همین زمین یک کرمی مایده، کرمی لایخرک ما و شما میگیم مایده، یا مخلوق خدا است. کرمی مایده در روی زمین گشته شده است. حضرت داوود به دلش گذران، میگه به زبان نگفتند، به دلش گذران گفت که خداوند از همین مخلوق مایده چی میخواسته باشه؟ این چی کار بود میکه باشه همین مخلوق مایده در روی زمین؟ به دلش به فکرش همین تا گذران. ولی بعضا کارا رو ما به فکرمون میگذرانیم. نه بود که پروردگار مهربان دستور داد به این مخلوق مایده که ای کرم مایده، تو با داوود با زبان آدمی گپ میزنی، با امر پروردگار با داوود گپ زن. همین کرم مایده گو السلام علیک یا داوود یا نبی الله، سلام بر تو ای داوود ای پیغمبر خدا. حضرت داوود علیه السلام تعجب کرد که کرم مایده گپ زد. گو علیک السلام، سلام بر تو ای مخلوق خدا. حال پرسی کردن ای کرم مایده حضرت داوود گو حضرت داوود تو پیغمبر خدا هستی، تو نبی خدایی، وظیفه داری، کتاب میخوانی، ذکر میکنی، طاعت بندگی میکنی، اما من هم وظیفه دارم. حضرت داوود حیران شدن، گفتن تو چی وظیفه داری؟ چی کار میکنی؟ گفت من هم ذکر شبانه دارم، هم ذکر روزانه دارم. گفت عجب، تو عجب مخلوق زیبایی بودستی، هم وظیفه روزانه داری هم وظیفه شبانه ذکر خدا؟ گفت بله. گفت روز چی ذکر میکنی و شب چی ذکر داری؟ گفت نبی خدا من از جانب پروردگار وظیفه دارم، هر روز از صبح تا شام به یگان کم بود، به یگان فوت وقت، به یگان پرگول، هر روز در حیاتم از روزی که خدا خلقم کرده است هر روز 1000 مراتب لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر را هر روز 1000 مرتبه میخوانم. 1000 مراتب. ولی ما انسانیم برادر عزیز، خدا ما وشو. گفت شب چی ذکر داری؟ زمان حضرت داوود گفت هر شب این صلوات را به پیغمبر اخیر زمان 1000 مراتب میخوانم. اللهم صل علی سیدنا نبی الامی و علی آله و اصحابه اجمعین. این صلوات را 1000 مراتب به پیغمبر اخیر زمان میخوانم. 1000 مراتب هر شب، خواب نکرده. اول این صلوات میگم، بعد سر میمانم خواب میکنم. مخلوقا را مالی غیر ما و شما مخلوقا خواب میکنن، استراحت دارن. این کرمکی میده گفت داوود من به خدا قسم تا هر شب 1000 مراتب به پیغمبر آخر زمان و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، به حبیب خدا، به بهترین مخلوق خدا 1000 مراتب صلوات نخوانم، سر در بالین نمیمانم، سر ما در خواب نمیمانم. ما 10 صلوات هم میخوانیم بعد سر در بالین بمانیم. برادر عزیز میگیم امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما بهترین